سلامونه دوستانو بخیر علی یوتیوب چینل تا سلام دوستان، اسم هستم وحید جان. در یوتیوب چنل ما خوش آمدیم. روز پنجشنبه ببینیم چه قسم حرکات ها رو اجرا میکنیم. اول از دنبل پرس به خاطر شکل بالای سینه. کسایی که شکایت دارد از بالای سینه ببینیم که چه قسم امرای دنبل ما اجرا میکنیم. بسیاری های حرکت ها میره بالای سینهش جور نمیشه، به خاطر که سر شانه تان باید بلند نکنین. وقتی که دنبل میبرین بالا شانه تان در جایش باشه، تنها فشار سر بالای قسمت سینه بیارین. بسیار زیاد مهم است. بین می اندازه آیسته حرکت اجرا کنین. وقتی پایین هم میارین سینه تان پشت سر کنش کنین، وقتی که بالا میبرین مکمل سر سینه تان فشار بیارین. بین می سه حرکت میریم 12 دانه ای. دا زمونږ دوستانو اولنی اکسرسایز دې به لګو 3 سټه 12 رپه اپر چست لپاره ده او زه دوم اکسرسایز پسې. دوستان در حرکت دوم ماست میریم به خاطر شانه استاده پای همراه راد. ببینیم چه قسم اجرا میکنیم. دوستان دا زمونږ دوم اکسرسایز دی. غټ راډ سره به لګو، وزن کم پکې اچو فرنٹ شولډر لپاره. فایده از این حرکت بسیار زیاد است. کسایی که میخواین شانهایشان مقبول شود، شکل بگیره، همراه راد استاده پای بینمی شکل شورک نمیخورین. حرکت بسیار با مقبولیش اجرا میکنین، چون که به خاطر شانه بسیار زیاد فایده داری حرکت. 3 سیت میرین مثل قبلی 12 10 8. دا اکسرسایز چو لګي کنه دوستانو ګوره شولډر څونه پمپ کیږي. بسیار یک حرکت مهم است دوستان. کوشش کنین که حرکت این قسم اجرا کنین، فایدهش بسیار زیاد است. میریم سون حرکت سوم. حرکت سوم است سیمکش میریم به خاطر سینه. بهترین حرکت است. کوشش کنین که این قسم اجرا کنین. کسایی که سینه خود شکایت داره از شکل سینه خود، بین می اندازه میبینین سینه تانه همیشه نمانین که شل باشه، اما تو شک بگیرین شک که وقت وزن میرین دگام سر از او فشار به دگام پم شد. بین می اندازه میبینین نارنجاش کجا میره. نه تکان بخورین، نه پس برین، نه پیش، جای به جای. بین می اندازه حرکت اجرا کنین. اگر میخواین سینای مقبول داشته باشین، شکل خوبیش بگیره. کلش در چی است روی جان؟ دوستانو دا چې دی کنه چې اکسرسایز ډېر ښه اکسرسایزونه دي، ټول چې خو لګي چې کله بره ځې کنه درسونه دلته نه او چې کله لاندې راځي فول پریس کې سینه باندې چې سینه پمپ سی. اینی خرد چیزکاست که باید یادداشت بگیرین که حرکت اشتباه نرین تا که سینه پمپ سی او غټ سی. شکل بدنتان زود تغییر کنه، زود نتیجه بگیرین. دوستانی در حرکت چهارم ماست به خاطر پشت بازو. ببینین که روی جان چه قسم اجرا میکنه، اونم قسم حرکت اجرا کنیم. دوستانو ترایسپ اکسرسایز ده، سالورم اکسرسایز ده. وګورئ چې ترایسپ څنګه لګوم، هماغسې به لګئ. دلته چې راوستو اینو تو قلف میکنین، بس دیگه اینو تکان نمیتین. فقط اینی قسمت دستتانه سرش کار میکنین، این قسمت قلف میکنین. به خاطر پشت بازو یکی از بهترین حرکت است. بین می اندازه هر چقدر سلو اجرا کنین حرکت اونمو که فشار میاد سر پشت بازوی تان. 3 سیت میرین، سیت اول 12 میرین، دوم کس 10 میرین، سوم 8. هر چقدر میتونین وزن اضافه کنین در حرکتتون. دوستانو ایدی ما مغزی اول چې دی کنه وزن به کمی، رپ زیاد بی. څونه چې وزن زیات دی همدونه رپ به مو کمی. وضو مونږه پنځم اکسرسایز. وزن کم حرکت درست اجرا کنین. دوستان در حرکت پنجم ماست همراه سیمکش میریم به خاطر شانه. ببینین که روی جان چه قسم اجرا میکنه. دوستانو سرم خلاصی کنه، دا سر خلاص کی پوښوي دا شولډر لپاره بل اکسرسایز لګو. دا څونه چې موږ اکسرسایزونه تاسو لپاره جوړو کنه، تاسو لپاره جوړ، ځان لپاره نه جوړو. وګورئ شیر کې مرګره ته وخی چې وګورئ اکسرسایزونه څنګه لګي. دا شولډر لپاره ده. دلته لاندې ونه دلته زیاد پایین نگوین که فایده نداره. بین می اندازه. کوشش کنین که حرکت اونم قسم اجرا کنین با اون مقبولیش. اگر میخواین بدنتان زود تغییر کنه، زود نتیجه بگیرین. وزن زیاد دادن مهم نیست.
حرکت که وقت یاد گرفتین درست اجرا کردین بعد از او وزن کم کم بالا بریم، چون اگر حرکت اشتباه باشه فایده نداره. باز چطور است روی جان؟ ډېر ښه اکسایزونه دي. چند سیت باید برن؟ مثلا څلور یا درې سیټ ولګئ، 12 ریپلز ولګئ. څنګه چې استاد وایي 100 کیلو وزن ما چې هلته لاسونه مه خرابوئ، شولډر مه خرابوئ، وزن کم څونه چې تاسو لګولی سئ. به خاطر که ما کلب که وقتی میاییم میخوایم عضله خود جور کنیم، نمیخوایم که وزن زیاد بریم در وزن زدن نیست. مهم شکل بدن تا خوبش باشه. یک نفر 200 کیلو میره بدن شکل نداره، یک نفر بدن شکل داره کلگی امور متوجه میشه، چون که ما به می خاطر میایم که شکل بدن ما خوب شه و اندام ما مقبول شود. دوستای در حرکت آخر ماست به خاطر پشت بازوست. امرای سیمکش میریم ببینیم که چه قسم اجرا میکنیم. یکی از بهترین حرکت هاست. دوستانو دا زمونږ اخرنی اکسرسایز د ترایسپ لپاره. اینا از اینجا نمیمانین که زیاد بالا بره، بس به می اندازه. این قسمت بازویتون شور نمیتین. اگر میخواین شکل بازویتون خوب شه و پم شه به این می اندازه. نه خدا کپ میکنین، نه پس میشین، نه پیش، به این میشه. باور کن اگر حرکت درست اجرا کنین ببینین که شکل بدنتون چقدر زود تغییر میکنه. چطور بود روی جان؟ ډېر ښه اکسرسایزونه دي دوستانو، دا تاسو ټرای وکړئ. کومه هلکان چې نوی جیم ته راغلي دي هغه پوهېږي نه چې کوم اکسرسایز ولګو. دغه اکسرسایز ولګئ 4 هفتو لپاره، یعنې یو میاشت لپاره دغه اکسرسایز ولګئ. هغې نه پس تاسو کول شي چینج کړئ. خو دغه اکسرسایزونه چې دي که نه دوستانو دا چې ولګئ تاسو خپله ووایئ چې دا څنګه اکسرسایزونه وو، خوند به وکړي. با ویدیوهای بعدی خدا نگهدارتان ضرور باید متوجه باشین که حرکت‌ها را درست اجرا کنید. خدا نگهدارتان.